سلام دوستان، وقتون بخیر. با یک اصطلاح جذاب دیگه در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاحمون رو بخونیم. جذاب، کاریزماتیک، کاریزماتیک، جذاب. مثال رو نگاه کن. بریم تو مثال یاد بگیریم. Benim çok karizmatik bir adam. میگه حالا نامزد من یک مرد جذاب هست. نگاه کن، بند به معنی من این پسوند فعالی است. بنیم میگه مال من. نیشانلو به معنی حالا نامزد هست. چوک یعنی خیلی کاریزماتیک. کاریزماتیک به معنی جذاب. بیر آدم یک، حالا میگه مرد هستش. آدم به معنی مرد هست. پس نامزد من یک مرد جذاب هست. بنیم نیشانلم çok karizmatik bir adam. حتما این اصطلاح یاد بگیرید، اصطلاح خوبی هست. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. ممنون که هستین.